درود بر شما دوستان گرامی. برنامه گرد یک دسته است و امروز ما درباره دسته اسقاط شهر خوجند حرف میزنیم. دسته اسقاط شهر خوجند بار اول با لیگ اولی چمپیونات مملکت امسال رخصت گرفت و این دسته سال آینده در قطار دسته‌های بهترین کشورمون هنرنمایی خواهد کرد. البته معلومات درباره این دسته کم است اما ما پیدا کردیم. دسته اسقاط شهر خوجند سال 2017 هنرنمایی خود را در لیگ یکم چمپیونات مملکت شروع کرده. خود همان سال در چمپیونات مملکت بین دسته لیگ یکم زینه افتخاری دوم را به دست آورد. این دسته از 22 واخوری در 13 بازی غلبه کرده با کسب 45 امتیاز بعد از دسته کوکتوش جایگیر شد. سال 2018 هم نتیجه دوم را در لیگ یکم سزاوار گردید. در واخوری گزارش با دسته پنشهر 2 واخوری انجام داد و با لیگ اولی برآمده نتوانست. این نوبت خوجندی ها در 19 واخوری به پیروزی نائل شده بعد استرافشان مقام دوم را کسب کردند. در سال سوم هنرنمایی اسقاط در سال 2019 مقام ششم را نائل شد. نیویت در موسم سال 2020 با اسقاط میسر گردید که بعد دسته رفشان کلوب رخصت را به لیگ اولی صاحب شود. اسقاط از 22 واخوری در 16 بازی غلبه کرده یک بازی را مساوی انجام داد و در 5 بازی دیگر به مغلوبیت دچار گردید. 59 توپ زد و از دروازه‌اش 32 توپ گرفت. 49 امتیاز به این دسته امکان فراهم آورد که همگی از رفشان 2 خول کمتر گیرد. دسته را بانک اسقاط سرپرستی میکند و در حیاط دسته جوانان محلی بازی میکنند. دوستان گرامی، امروز در برنامه ما سرمربی دسته اسقاط نیوزعلی بابوخانوف اشتراک میکنند. خوب خوش آمدید به برنامه ما و پیش از همه مبارک شود که شما به قطار دسته‌های لیگ اولی شامل شدید. رحمت می‌ندار. دسته شما بازی رو خیلی عجیب آغاز کرد. بازی اولی شما با حساب 5-4 انجام یافت و با دسته وحدت شهری وحدت قواز بودید. من فکر میکنم که بعد این غلبه نهایت دشوار روی شما گشوده شد. یکم بازی بود. یکم بازی اول بازی مشکل میشد. بازی به حد خوشرو گذشت، سخت گذشت. یک تا وهو پیش میرن، یک تا مو، یک تا وهو پیش میرن، یک تا مو. بازی به حد میخواد شد. آخری یک دقیقه آخرین به خیریت یک توپ زدیم. بسیار خوب شد. این قدم اولین بود. بعداً دوستان گرامی دسته اسقاط در سفر شاه منصور رو با حساب 0-4 مغلوب کرد و باز با بازی خانگی خود با دسته اسفره میدانداری کرد و در این بوره هم ما با شما حرف میزنیم. حالا نوارهای این واخوری در دست ما هست و این بازی هم یکی از بازی‌های جالبی دسته اسقاط بود. برای شما در این سالی که موسم سال 2020 بود با کدام دسته ها دشوارتر بازی کردن بود؟ دسته ها خیلی چه گویم با همش دشوار بود. یکم لیگ میگویم لیکن یکم لیگ هم سخت‌تر. یعنی درجه لیگ یکم درجه لیگ دیگر فرق در به حد فرقش خیلی بسیار نه. به حد و بازی ها سخت میشد. کدام بازیکن در دست شما بازی میکنند؟ بازیکنان محلی هستند یا که شما با چون در باره لیگ یکم خیلی کم معلومات دارید؟ نه، بیشتر بچهای وای همه محلی میسنی همه میگوید که چه بچهای محلی هستند. شما از هنرنمایی اونها امسال قناعتمند بودید؟ قناعت. اكو من основной وایده ما یوشای تربیه میکنیم جوانویا. در این دسته شما کدام جوانو هستند که با اونها تکیه کرده ممکن است؟ من آذر بایر، سنگین بایر جوان، مبین جان، حمله‌گر جوان. حالا دوستان گرامی بیاید این لحظه ها رو تماشا میکنیم. در این واخوری اسقاط با اسفره فوتبالبازان دسته اسقاط توانستند که با حساب 2-1 پیروزی به دست آورند. در نتیجه این بازی اولا فوتبالبازان دسته اسقاط توسط گل زده اکرام کریم جانوف در دقیقه 50 حساب را باز کردند. امیرجان رحیموف در دقیقه 76 توپ دوم را به دروازه اسفره زد و یک توپ دیگر را فردوس مصوف در دقیقه 81 با نشان رسانید به دروازه صاحبان میدان زد و این بازی با حساب 2-1 به پایان رسید. و در این واخوری بازیگر بهترین اکرام کریم جانوف از اسقاط انتخاب گردید. به هر نوع بله بچه‌های جوان هستند و همین رو گفتنی بودم که برای دسته شما در خانه بازی کردن آسان بود که در گفتم که در بیرون در خارج میدان خودش بیرین به بهتر بود. برای چی؟ حاضر هم تو بازی‌های بینی دیگر ما همین خانه و основной очко همایه باید دادیم. خلها رو در خانه‌تون بود؟ در خانه گم کردیم.
خب به هر نوع بیاید حالا دوستان گروهی ما از کارگردان خواهش میکنم که اون اموری که ما اینجا داریم به ما نشان دهند امور درباره نتیجه های به دست آورده دسته اسقاط در موسم سال 2020 است. خوب از 22 وخوری در 16 گفتیم در بازی غلبه کرده است. 5 باخت دارد، مساویش 1 همگی، 59 گل، 32 توپ از دروازه گرفته است، 49 امتیاز. در خانه اش دسته اسقاط 11 وخوری، 9 غلبه، 2 باخت دارد و مساوی ندارد. در میدانش 36 توپ زده، 16 توپ گرفته است که 20 گل بیشتر است، 27 امتیاز. در سفر باشد 11 بازی، 7 غلبه، باخت 3 تا، 1 تا مساوی، 23 16 22 امتیاز. یعنی اون چیزی که شما گفتید، یعنی هرچند اینجا ما میبینیم به هر نوع در خونه‌تون بهتر بازی کردید. مخلصانتون عموما بسیار هستند دسته اسقاط. چه گویم خیلی اینقدر مول نیو با همین سال من همین کسالان وای شد به وای باز کردیم کو به مخلص هم بازی کردیم. به هر نوع در روی که شما پیشتر بازی میکردید، شما چند سال در اونجا مربی هستید؟ من خیلی چه گویم یک اثری همین دسته. من میخواستم شما درباره اون حرف زنید که چگونه به شما میسر میشد که در بازی خونگی بیشتر به غلبه نائل شوید. بعضی بازی‌ها هست که بچه‌ها سال رسلابید میشد. سوس میشوند. اهمیت نمیتن. نه اکو همون قدر میفهمونیم این برابر با همه خمی بروده. ها میگوید گوش میکند گوش نمیکند میبرود و سال که سوستر میشن. از ترس از حریف نیست؟ نه خیلی آدم از آدم نمیترسد. فوتبال نه، بعضا حالت‌های میشد که وقتی که با حریفی سخت‌تر آدم روبرو میشد پایهایش میلرزند، مثلا مثل همین چیز هم در شما ممکن سپورت به هست، ورزش به هست کو در فوتبال بازی شما نیست این چیز؟ نه های چوه میشد های خیلی کم. اینقدر فوتبال بازی شما مثلا خوب بازی میکنند که مثلا یک جدول دیگر داریم، ولو بازیگران بهترین دورها شدند. ولو میخوام از کارگردان که بله در دورها مبین جان مومینوف 7 مرتبه بازیگر بهترین اعتراف شده است. بویر سنگینوف 2 مرتبه، مومین جان گدایبایف 1 مرتبگی، رستم صبوروف، جورابای ایسویف، امیرجان رحیموف، اکرام کریمجانوف. یعنی در مجموع اگر بینیم اگر تقریبا در همه بازی‌ها بازیگری شما بهترین شده است. در حقیقت اون بازیگری خوب است. ما همچون سرمربی از سر میتد من خیلی اول دیسپلینه، ترتیب و نظام، کلاس اول انتظام. دستی ما همه اول انتظام. مثال و کارتچکا گراد جنگ میکنم به کوربه، مثال ژولتی یا کراسنی گراد. یعنی ما انتظام خیلی برای همون بدگیستی. مثال سونی بازیش اپشته همون ناز میشده. درباره کورت‌های زرد و سرخ گفتید امیرجان رحیموف این بازیگری بهترین شد، ولی بعد یک بازی در بازی آینده کورت سرخ گرفت، میدان رو ترک کرد و همون گفته شما شد او تحقیر کرد داورانی که همون جنده نبرآمده گیفای بیرینگ اوزد و یانده بود. فهمیدم. یعنی ترتیب نظام به هر نوع در هر جای اداره کردن دستور است. بیاید با یک بازی دیگری دسته شما توجه بکنیم. این بازی با دسته حاصلات بود که شما یگانه باختتون یکی از باخت‌هایی که در میدان داشتید. ما اصلا این بازی با دسته این روشن ظفرآباد نه بله حاصلات هست. همین بازی حاصلاتی هست که حالا ما شما میبینیم در این وخوری هم بازی خیلی عجیب بود. فوتبال بازی شما حساب رو کشیدن، فردوس اکرامبکوف، بعدا محمد شیرزاده حساب رو برابر کرد، نورالله صادقوف در دقیقه 65 میمونون رو به صفی پیش برآورد، امام علی جان حساب رو 1-3 کرد و مبین جان مومینوف حملگری بهترین شما که در موسم امسال 21 توپ زده است و نشانزنی بهترین لیگ یکم باشد حساب رو تغییر داده است و با حساب 2-3 شما اینجا مغلوب شدید. خب با فوتبال بازی شما چی نرسید که در این وخوری به مغلوبیت دچار شدند؟ من گفتم کو بعضی همین رسلابید میشد کو نباشد همین بازی چه گم نبرد پورا به طرف ما بود، ولی این طرف نشد که شما غلبه کنید. خب چیکار کردن؟ ممکن است که با همین گونه باخت‌ها روبرو نشوید. کار کردن دکار هست اخیر که مثلا بعضی فوتبال بازون مثلا سخنان مربی رو در عمل تطبیق نمیکنند. من نمیدانم، لیکن دسته مونده نیست است. اخیل نیست، همه گوش میکنند ولی بوی میدیان. برای چی اخیل میشود؟
خیلی کن فوتبال. فوتبال همین خیلی است. فوتبال همین چیز دیگر رو میخواستم بگویم در حقیقت دستای شما در حقیقت نشانزن ها خیلی خوب هستند. او چیزی که میگن مثل که شما همون مبینجان هم نشانزنی بهترین میشد و من کسال شده سال دو سه تا بازی ها وای کرد. نه برای چی در جای اول بله در جای اول از دستای حسیلو دست فکر میکنم اما اینجا مبینجان با 21 تو یکی از نشانزن‌های بهترین است. حالا بیاید با آماری مبینجان نظر میکنیم. نشانزن‌ها مبینجان مومینوف 21 توپ، بوهیر سنگینوف 7 توپ، جورابای ایسویف 7 توپ، رستم صبوروف 4، امیرجان رحیموف 4، عبدالملک شودیف 3، اکرام کریمجانوف 2. خوب دیگر سهراب صبوروف، نرزلو رجبوف و فردوس اکرامبکوف 1 توپی زدند. فقط اینجا یک بازی شما حذف شده است، در اون معلومات زیاد نبود. 3 بار شما غلبه کرده بودید ولی به هر نوع ما همین رو نوشتیم. این درباره این بازیگران چی گفته میتونید؟ تنها ببینید 5 نفر 70-90% توپای شما رو زدن. های بچه‌های همش یاش. بچه‌های خوب اینا همشون در خط هجوم بازی میکنن یا که در نیم محافظتگر؟ نیم محافظتگر. اینجا زشید نیکش هم هست مثلا. محافظتگر هم هست. با محافظتگر چگونه میسر شد؟ 1 توپ زده است. خب 1 توپ ما میدونیم که محافظتگرا میزنن اما 21 توپ یا 7 توپ نمیزنن محافظتگرا. میتونن میزنن. نه میتونن. این نرزلو رجبوف نرزلو نیکی یک تا نه به خیالم سال خطا شد. نرزلو زدگی من همینم محافظتگر همین. محافظتگر بله اینجا 1 تا توپ من گفتم یک بازی حذف شده است نتیجهش و ما معلوم نبود برای همین شاید اینجا کمبودی باشد. خب به هر نوع دسته اسخاتا چی نقشه ها دارد؟ دسته اسخاتا خیلی من امسال لیگ عالی رو برآمدیم حرکت میکنیم که با سربلندانه بازی کنیم. اکنون یکم سال به میدونید که با اینها پرترجیبه مثال حاضرنگی و دسته لیگ عالی ما به حد قیم میشد. من میدونم هم ما حرکت میکنیم نقص برآمد کنیم. دسته لیگ عالی رو شو بازی‌هاش رو دیدید در برابر اینها بازی کرده میتوند اسخاتا میتوند شو نمیتونیم حرکت میکنیم. خوب به هر نوع اول دوستان گرامی یک بازی دیگری این دسته رو تماشا میکنیم. اسخاتا برقچی توانست که برقچی رو با حساب 3-0 پس سر گذارد. در این وقوعی هم مبینجان مومینوف 2 مرتبه توپ رو به ثمر رسانید و عبدالملک شودیف در دقیقه 65 یک توپ دیگر رو از جزای پنالتی به ثمر رسانید. در اینجا هم ما میبینیم که از دست شما گرفتند خوب کارت‌های زرد که شما علی گفتید همایون عظیموف اینجا کارت گرفته است. به هر حال بازی شما یک تاکتیک خود رو سزاوار است و سرعت بازی شما هم بلند است. این طور نیست؟ اکنون ما نمیدانیم و بلچکو وایگوید به هاتیت امسال نبودن مخلصات تا کدام درجه تاثیر رساند به بازی شما؟ بازی ما نه با خیال من همه دسته ها این یک بلچکو 12 ایگروگ میشن. به بلچک فوتبال عموما سپورت به بلچک نمیشد. از دسته های لیگ عالی که حالا شما دسته شما بازی خواهد کرد چی تخمین دارید؟ مثلا شما چیکار کرده میتونید که در مقابل این دسته های پرزور بازی خوب نشون دهید اسخاتا؟ من خودم همچون کنه دسته های پرزور که نظم ببینم بازیه. همه خیلی من پیش زبوربه می اومدن از روسیه از قزاقستان می اومدن ما بازی میکردیم. حالی اونجا در اسخات ولایتی بازی میکردیم. لیگ بازی نشون میدادیم. یعنی که دسته‌های لیگ عالی باید احتیاط شوند که با اسخات شوخی کردن ممکن نیست. من ناز میبینم دسته‌های سخت باز کردن. ما هم با شما برار میخوایم و بیاید باز با یک بازی‌های دیگر هم توجه میکنیم. دسته شما از چی باشد که گل بسیار میزند بازی‌های با نتیجه کلان انجام میفته با شما هم ربط دارد. اسخات سروی کمر با حساب 6-3. خوب دوستان گرامی این بازی هم حالا منظور شماست و در این وقوعی مبینجان مومینوف خطری کرد. بله همین طور هم هست. رستم صبوروف 2 توپ زد. اینچنین بویرجان سنگینبویف، اکمالجان عوض از دسته مهمون، ابراهیم
Muhtojzoda ham як тубро ба самар расонид ва ин бозӣ бо ҳисоби 6-3 ҷанбаст шуд. дар натиҷа футболбозони шумо тавонистанд ки бо натиҷаи хеле калон дар ин вохӯрӣ ғалаба ба даст биёранд. Кадом бозингаратон бештар ба шумо писанд аст? ҳастанд дар назди мураббиён ки бозингарое ки аз дигарон боз нуфуз доранд, баландтар меистанд, дар меҳру муҳаббатшон дар дили мураббӣ бештар аст. أنا مهب من إبراهيم أنا من بهاد بچه هم با آداب هم بازیش خوشلو بهاد من من سپورشوی شما دوستای اجرا میکنند؟ اکرام بیکوف با هست بهاد بچه‌های بمانی مثلا أنا من بازشم خوشلو إبراهيم شما گفتید که آذر مول اهم میزند نه ما مول صد دادیم برعکس مول وای عیبی دروازه‌بانتون بود؟ یا خطی محافظت چی نرسید در همین دسته شما که شما با قبل خودتون مول سر دادید؟ بسیار سر دادیم برای این کار کردن دکاده خیلی بچه‌های یاش گفتم که بچه‌های یاش اکون وای شداسیان حرکت میکنیم. خب درباره بسیار نازکی‌ها در آن هستند که در لیگ اولی هم در لیگ یکم مسئله مبلغ گذاری بسیار هم گفتم ممکن است که نه اونقدر خوب است، همه شکایت میکنن. این در دسته اسقاط چی در همه جا میسو من نکن نشد نگم خواهی خدا همه بازیگران شما معاششون گرفتگی هستند؟ معاششون گرفتگی همشون مکافات پولیشون گرفتگی هستند برای هر بله مثلا چی شاید این از روی آداب نباشد ولی چی جایزه شما گرفتید از جانی سرپرستانتون بعد به لیگ اولی برآمدن؟ یگون جایزه یگون مکافات از جانی سرپرست شد؟ من به رحمت گون همون من به بحث مثال خدا شکر میره. سلامت باشید. به هر نحو دوستان گرامی باز یک بازی دیگری دسته اسقاط رو میبینیم. این بازی با ماهیر بود که با حساب 6-0 با غلبه اسقاط انجام یافت. این بازی هم از بازی‌های خیلی زیبا بود و در این وخوری رستم صبوروف دو توپ زد. موبیجان مومینوف در اینجا خطری کرد. از بازی‌هایی که موبیجان مومینوف گذرانید من دیدم که همگی دو پنالتی زده است. به هر نحو دو مرتبه خطری کرده است. بازی امیرجان رحیموف یک توپ زده است اینجا و رستم صبوروف هم دو توپ زده است. رستم صبوروف از موبیجان مومینوف چه فرقیت دارد این حمله‌گران؟ میگوید که بعضی اومد میکند یعنی همون و رستم صبوروف سالک اومد نمیکند میچخه این موبیجان یک بچی و که جوش در جوش میآورد. یعنی که تیزکار هست و بتواند که در هر لحظه در جای درکاری پیدا شود و تو رو به ثمر رساند. نه رستم سرکار نبر رستم نبر تستر بیشتر کار میکنه کم گل میزنه. این چی برای چی خیلی است؟ موبیجان نکن بختش بلند است یا که انا بختش بلند میگوید که همه خیر. این سال نقشه ها رو شما اجرا کردید. نقشه های آینده در سال آینده در لیگ اولی در نظر شما چگونه مقصد گذاشته میشود؟ اول همین سال اگر سر شود اگر از ویشی لیگ چه میگوید لیگ اولی بله لیگ اولی و نفرمدن یعنی که باید در لیگ اولی موندن یکم سال بله بعد ما چون که اسقاط و یا شمخه که ما یاشای تربیه میکنیم تا دست جا به جا میشد که وقت دکاریم به با البته در بین دسته‌های لیگ اولی بازی کردن شما میگید که بازیگران بسیار پرتجربه در کار هستند بازیگران خارجی در کار هستند همین گونه نیت‌ها هستند که در حیاتی دست تغییر وارد شود نه ما بچه‌های وایکی بازی میکنیم محلی کدی با همینا بازی میکنید خیلی میبینیم با چی مثلا توضیح علاقه فوتبال بازان مربیان نمیدونم هر کس به هر کلوب مثلا در جستجو است که با کجا رود به کدام کلوب فوتبال رود با شما مراجعت نکردن اون بازیگرانی که مراجعت کردوسیان علاقه مراجعت کردوسیان تو خارجیان برآمدوسیان وزیر از ازبکستان برآمدوس من به هر نوع زبور سر شود میبینیم روبریت در چه عقیده است سرپرستان شما مثلا بانک اسقاط با روبریت وزیر اکون من این بقریبی و خدا خاطرشته یک گپ میکنیم مجلس ما های همونجا با میگن خود شما کی رو میخواهید که در دسته شما بازی کند
اكو من میخواستگیم وای نمیبیاد شما مسی رو میخواید که در دست شما بازی کنه به هر نوع نه یا که رونالدو رو نه چون که وای دست وای ایگروکونده چه میگه وای فوتبالیستان ده کانترکت تاشای اومده نمیتوند دسته خوجانتنده های یک دوتا دسته خوجانتنده های دسته استقلالنده های یک دوتا خیلی ها اومده نمیتونن. خب اکنون در ولایت سوخت سه دسته شد استرافشان خوجاند هولو اسخاتا همین مقابلت بین دسته های ولایت سوخت دربی گفته نمبر میکنن بسیار سخت میگذره برای چی سخت میگذره این بازیو نه بخیر دربی من اکنون اخی حساب نمیکنم ما همه کدی چخیل اثر بازی میکنیم همه دسته من عزت میکنم همه دسته کدی اخی بازی میکنم خود خوجاند باشد خود دیگه باشد خب مثلا دربی میگم من اکنون اخی فکر نمیکنم. خب پس معلوم شد که شما علاقه در زیر نظری خود گرفتید که کدوم بازیگران رو میتونید به دسته بیارید دسته رو پر قوت کنید همین طور هم هست. البته برای عملی شدن این نقشه های شما من فکر میکنم این مبلغ کمی نمیکنه سرپرستی خوب دارید. خدا خواهد. نهایت با مخلصان ما اینجا دوربین هست با مخلصان ما که اسخط رو دوست می‌دارند و همیشه مخلصی میکنند چی گفتنی دارید چی وعده میدید که در سال آینده در مقابل استقلال و خوجاند و کوکتاش و نمیدونم کلوب مرکزی ورزش ارتش و همه اون جایزه دارن خطلون و چگونه بازی کردن ممکن من میخوام که همه بازی ها با اشتراک مخلصا گذرد خیلی عموما مخلصای ما گنده نه مثلا خوجاند بیان میبیاد اسخط بیان میبیان فوتبال عموما دوست میدارد ولایت سوخت ولایت سوخت عموما بلشیک این یکی از فوتبال میفهمیده این بلشیک از ترینرم ناز میفهمد مخلصا ها به مخلص نمیشد. خب ما هم امید داریم که وقتی بازی ما و الهی مخلصان مول شوند. در حقیقت دوستان گرامی ما هم امید ببندیم که بار اول چون دسته اسخط در لیگ اولی چمپیونات تاجیکستان بازی میکند مخلصان زیادی داشته باشد و باز هم صفت و درجه فوتبال بلند رو در میان دسته های لیگ اولی نشان دهد چون که من با شما گفتم اینها همه فوتبالبازان محلی هستند که در حیاتی دسته اسخط امسال توانستند زینه دوم رو به دست آورند. از این پیشتر هم گفتیم دو مرتبه دیگر صاحب جای دوم در لیگ یکم بودند ولی به لیگ اولی رو خط نگرفته بودند. این نوبت دسته اسخط در موسم سال 2021 فوتبال تاجیکستان ما و شما رو با بازی زیبایش شاد خواهد کرد. در همینجا با دوستان گرامی فکر میکنم که برنامه گرد یک دسته رو به پایان میرسونیم. باقی صحتمند و پیروز باشید و خود رو احتیاط کنید.